وضعیت روستای ماه. الان 3 شبانه روز این بچه‌ها نخوابیدن. ما حداقل یه دونه کیسه گونی از طرف فرمانداری بخشداری دریافت نکردیم. دلشون به مردم بسوز و خدا شاده. حق ما این نیست. سزاوار ملت عارق نیستیم، بدبختیم مکافات. به خدا ما یعنی الان دلگشمون آواره شدن، بانقرامون بیچاره شدن. کجا رفتن این مسئولا؟ کجا؟ ای میگن ما نمیدونم اکیپمون فلانجا خوابیده، گفتن گریدرامون لودرامون خوابیدن. ما از دیروز تقاضای یه دونه از این گریدرهای زنجیر چرخ درخواست کردیم، هنوزه ندادن به ما. اینایی که داریم میبینیم خدا شاید مردم خود روستان 2 شبانه روز نخوابیدن. این وضعیت روستاست. من عاجزانه تقاضا دارم به خدا بیان برسن به داد ما دیگه هیچ درخواست ما فهمشونه نخواستیم، پولشونه نخواستیم. خدا شاید